جان لویجی دوناروما، یکی از درخشانترین دروازه‌بانان حال حاضر فوتبال جهان. او اهل ایتالیاست و در حال حاضر در باشگاه پاریس سن ژرمن بازی میکنه. دوناروما در سن 16 سالگی به عنوان دروازه‌بان اصلی میلان معرفی شد که اتفاقی نادر در سطح فوتبال حرفه‌ای است. او بیش از 250 بازی برای میلان انجام داده اما هیچ جام مهمی برای میلان نگرفت و پس از پایان قراردادش با میلان به صورت رایگان از 2021 به پی اس جی پیوست و در یورو 2020 که در سال 2021 برگزار شد قهرمان اروپا شد و نقش کلیدی در این قهرمانی داشت و حتی عنوان بهترین بازیکن تورنمنت رو از آن خودش کرد. و همچنین دوناروما تونست با پی اس جی قهرمان لیگ قهرمانان بشه و به افتخارات خودش در دوران حرفه‌ایش اضافه کنه. اما خبر بسیار مهم، مذاکرات بین پی اس جی و دوناروما متوقف شده و قرارداد او تا سال 2026 به پایان میرسه و باید ببینیم دوناروما در پی اس جی میمونه یا مقصد دیگه ای رو انتخاب میکنه.